مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 19 مای سال 2023 با نشر یک ردیه ادعای ساکن 35 ساله شهر خوجند شالو دولتوف را که روز 16 مای در یک مطلب در رادیوی آزادی سردار شعبچه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر خوجند پدپلکوونیک میلیتسیا شودزاده دلمراد را به گرفتن $30,000 پاره و دست دروزی به ناموسش ایبدار کرده بود کاملا دروغ و تهمت نامیده رد کرد. باید تذکر داد که این ادعا کاملا دروغ بوده. دولت و شالو شیر لیونه به خاطر خود را جبر دیده و بیگناه وانمود کردن به یگان دلیل به پدپلکوونیک میلیتسیا شودزاده دلمراد تهمت نموده است. تاکید کرده است وزارت کارهای داخلی در ردیه‌اش بنا به فرضیه وزارت کارهای داخلی دولت و شالو شیر لیونه سال تولدش 1988 ساکن شهر خوجند 5 دکبر سال 2016 با ماده 237 قسم 2 بند و کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با جرم عفو باشی به جوابگری جنایتی کشیده شده در اساس قانون عفو از جوابگری جنایتی آزاد شده بود. نام برده از این خلاصه ضروری نبرآورده به جنایت‌های به مقابل فعالیت اقتصادی یعنی به معامله غیر قانونی با اسرار خارجی پایمال نمودن حقوق و آزادی‌های کنستیتوسیونی انسان و شهروندی اینچنین عدالت سودی دست زده جنایت‌های به جمعیت خوفناک را صادر نموده است می‌افزاید وزارت کارهای داخلی. به گفته مقامات شالو دولتوف در دوام سال‌های 2017-2022 به صاحبکاری غیر قانونی مشغول گردیده بدون اجازتنامه بانک ملی دادن مبلغ یا قرض‌ها و گرفتن فایز را برای مانده از سال 2017 تا سال 2022 به دست کم از شهروند با فایز قرض داده از این حساب 349,015 سامانی و 80 درم درآمد غیر قانونی به دست آورده و به دولت و شهروندان برعکس ضرر مخصوصاً کلان رسانیده است. به این دلیل می‌افزاید وزارت کارهای داخلی دولتوف را بر اساس ماده‌های 259 147 286 و 345 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان به جوابگری جنایتی کشیده به 4 سال زندان محکوم کردند ولی به سبب طفل خردسال داشتنش اجرای این حکم را به تأخیر گذاشتند. وزارت کارهای داخلی گفت دولت و شالو به جای آنکه خود را اصلاح نموده به کارهای فایده‌ناک جمعیتی مشغول شود نام پرشرف مادر را داغدار نموده با سخنان قبیح و الفاظ پر از دشنام و حقارت به تحقیر و تهدید شهروندان مشغول شده هنگامی که قرضدارانش ضمن پرداخت قرض یا فایزهایش کمی تأخیر میکردند نام برده به منزل آنها غیر قانونی زده در آمده آنها را تحقیر و تحویل میکرده است. وزارت کارهای داخلی گفت این ثبت‌ها را دارد ولی با سبب‌های اخلاقی پخششان نمی‌کند. رادیو آزادی روز 16 مای در مطلب با نام شالو دولتوف 30,000 خواست و دست دروزی کرد نوشت شالو دولتوف ساکن خوجند دعوا دارد که یک مفتش شعبه کارهای داخلی این شهر برای رهایی او از جوابگری $30,000 خواسته به ناموسش دست دروزی کرده است. مفتش دلمراد شودزاده در صحبت تلفنی تحقیق پرونده را تصدیق کرده است اما گفته است ادعاهای آن زن اساس ندارد. شالو دولتوف در شرح حکم زندانش گفته است که او از شرکت‌های بیناکاری در خوجند خانه نو خریده پس از آرایش و رنگ و بار دوباره می‌فروخت ولی با اسرار خارجی داد و گرفت نداشت. به گفته این زن او را روز 3 نوامبر سال 2022 هنگام از عبدالولی باقی‌زاده پس گرفتن $9,800 قرض دادرش دستگیر کردند. دولتوف گفته است هرچند اتهام درست نبود مفتش شعبه کارهای داخلی خوجند دلمراد شودزاده برای قطع پرونده از وی $30,000 درخواست کرده است. وقتی گفتم در بازداشتگاه چگونه مبلغ یابم قرار ترک کردن جای زیست را بیکار کرد و من در آزادی بودم هرچند کوشش کردم $30,000 را یافته نتوانستم یک خانه دوجرگی را پیشنهاد کردم. گفت این آوازه می شود بهترش نقد بیار. نقل کرده شالو دولتوف او میگوید در این باره روز 13 مای به نام رئیس جمهور و رهبران دیگر تاجیکستان نامه نوشته است. خانم دولتوف گفت برای دادخواهی به دادستانی ولایت سوغد نیز عریضه نوشت ولی پس از آگاهی شدن مفتش از شکایت‌های او پروندهش برعکس غفستر شد. اتهام ویران کردن دخل ناپذیری منزل
و مانع شدن به تطبیق دولت سعودی را نیز به گردنم بار کردند. اجازه نمیدادند که با وکیل مدافع گپ زنم. دلمراد شادیزاده فشار می آورد که برای سبک کردن پرونده $30,000 دهم. بعد مرا به اتاق درون جای کارش با زور درآورده دست درازی کرد. ادعا دارد شعلا دولتوه. اما دلمراد شادیزاده روز 15 می در صحبت تلفنی با رادیو آزادی تصدیق کرده است که واقعا پرونده شعلا دولتوه را تحقیق کرده بود، اما گرفتن $30,000 و دست درازی به ناموس او رد کرد. بله، این پرونده را تفتیش کردم. در مورد مبلغ و تجاوز به ناموس این همه نادرست است. اگر فکت و دلیل داشته باشد به مقامات مراجعت کند، بگذار سنجش گذرانند. من برای دیگر سوالهایتان وقت ندارم، بند هستم. به طور خطی برای ریاست مراجعت کنید، جواب میتیم، گفت است پدپلکوونیک شادیزاده. دادگاه شهر خوجند شعلا دولتوه را به 4 سال زندان محکوم کرد. به پرداخت 47,330 سامانی جریمه وظیفه دار کرده است، ولی به دلیل کودک خردسال داشتنش اجرای حکم زندان او را تا رسیدن فرزندش به سن 8 به تأخیر گذاشته است.